تا حالا فکر کردی چرا کامیونای آمریکایی اینقدر با کامیونای اروپایی فرق دارن؟ تو آمریکا کامیونا معمولا اون دماغه بلند رو دارن که موتور جلوه و کابین پشتش قرار میگیره. اما توی اروپا کابین دقیقاً روی موتور نشسته، چیزی که بهش میگن کب‌اوور یا کابین روی موتور. ولی چرا این تفاوت وجود داره؟ اول از همه سبک زندگی. در آمریکا خیلی از راننده‌ها مالک کامیون خودشون هستن و عملاً توی کامیون زندگی میکنن. برای همین کابینا بزرگتر و راحت‌تر ساخته میشن. تخت، یخچال، حتی ست کامل گیمینگ هم میذارن. داخل اروپا هم راننده‌ها داخل کامیون میخوابن، اما فضا محدودتره چون هر سانتی متر که ذخیره بشه یعنی جا برای بار بیشتر. دوم، جاده‌ها. اتوبان‌های آمریکا پهن و صافن، مناسب برای شاسی بلندتر و سواری نرمتر. اما جاده‌های اروپا قدیمی‌تر، باریک‌تر و پر از کوچه‌های تند هستن. کامیونای کوتاه‌تر کنترل‌پذیری بهتری دارن و در ترافیک امن‌ترن. بعد میرسیم به قوانین. در اروپا طول کامیون نمیتونه از 18.75 متر بیشتر بشه. پس کابین باید جمع و جور باقی بمونه. آمریکا این محدودیت رو نداره. برای همین کامیونای دماغه‌دار اونجا پادشاه جاده‌ان. حتی سرعت هم بی‌تاثیر نیست. در اروپا سرعت کامیون‌ها معمولاً حدود 90 کیلومتر بر ساعت محدود شده. اما در آمریکا کامیون‌ها میتونن تا حدود 85 مایل یا 137 کیلومتر بر ساعت هم سرعت بگیرن. در این سرعت‌ها کامیونای دماغه‌دار پایدارتر با آیرودینامیک بهتری